دوستان عزیز، مخلصان صحیفه فیسبوکی، همکاران پیشگیری سیل، اینک صحبت روبروی نوبتی ما است در موضوع بیماری سیل و در برنامه ما یک قهرمان داریم که عضوی عائله اصیل آسیب دیده هستند و این کس هم باشند بانو سفرگل محمد شایب هستند و ما خواستیم که در موضوع بیماری سیل در اطراف جنبه های اجتماعی، روانی، عائلوی بیماری سیل صحبت داشته باشیم و حالا میخواهم چند سوال مربوط به دوره بیمارداری که از طرف این کس برای اعضای عائله انجام داده شد چند سوال بپرسم و ما رو همراه باشه. سلامات، خوش آمدید آقای سفرگل. بسیار سپاسگزار هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و با این صحبت روزی شدید. خوش آمدید. سلامت باشید. و نخستین سوالی منم این است که درباره بیماری سیل میدونم که خیلی معلومات دارید، لیکن منظره یا تصویری بیماری سیل در ذهن شما در تصور شما چه خیلی است وقتی که بیماری سیل بگویید چی پیش نظرتون میآید؟ چطوره که میگن بیماری سیل بیماری ارثی نیست، بیماری اولادی نیست. بیماری سیل یک بیماری تبابت شونده است. بر آدمای پیش میگفتن که ارثی است، نه ارثی نیست. بیماری سیل تبابت شونده است با شرطی که تبابت را پورا گرفتی، سری وقت گرفتی، تبابت شونده است. بیماری سیل وقتی سیل میگن واهمه، یک مردم یک واهمه میگیره، یک واهمه، یک ترس، یک وهم میآید در آنها، اوه ما با بیماری سیل گرفتار شدم. بیماری سیل یک بیماری هست که اگر سری وقت تبابت گیری، تبابت میابی، شفا میابی، سری وقت داروهای ضد سیل را استفاده بری. البته بیماری تبابت شونده است، ارثی نیست. یعنی داروهای ضد سیل را نه اینکه اون هر گونه آب و روغن خیلی فقط با واسطه داروهای ضد سیلی ما میتونیم همه میکروب را، مقصد همه تبابت را پورا به انجام رسانیم. همین خیلی شما از قید کردید که به واقعی مزید میکنند این ها رو واقعی مفهوم میگیرند. واقعا من بسیاری از این ها از دیوان دوردست، از دیوان دوردست، از روستاهای دوردست بعدم هم صحبت بشم از سر شاید من فکر میکنم برای دسترسیش از سر نبودن دون شکافی در باره بیماری سیل و همین گونه تصور دارم که وقتی بیماری سیل بگویی یا توبرکلوز بگویی اون رو خیال میکنه که همون گرفتار بیماری شدی تمام زندگی پنجاه میرسد، در حالی که این گونه نیست. مثلا دوستان عزیز، چطوره که خودتون شاهد هستید، این کس عضوی عائله اصیل آسیب دیده هستند. این کس میگویم که با چشم خودشان دیدند و شنیدند و در همونجا بودند، مثلا بگویم که تبابت میشن. و سوال دیگری من این است که قصه با بیماری سیل گرفتار شدن عضو خانواده شما چه خیلی بود، چگونه شد، کی بود؟ شوهرم وقتی با بیماری سیل از مهاجرتی مهنتی در مهاجرتی مهنتی با مهاجرتی مهنتی می رود و اونجا دکتر میگذارن برای دکمن میکنن اسخیل، در همونجا معلوم میشه که با بیماری سیل گرفتار شده است. خیلی خودتون میدونید اون به حد خنکید، خیلی در مهاجرت سرد است، نامساعد، خیلی شاید در یگان کس با یگان کس بوده گذشته، برای که میدونیم همه ما میدونیم که بیماری سیل به واسطه هوا میگذرد. خیلی در آنجا در مهاجرت در یک کوارتیر 10-15 نفر هستند. اینش نمیدونم که از کدام آنها گذشته است. آمد خیلی در همینجا شوهر ما از دست دادم با خیلی کودک خورد، باید که همه شرایط زندگی مون همون کس پیش می بود، باید که همون کس شرایط روزگار تامین خوراکواری برای همون
مکانیت‌های روزمره یا داروهای ایلاوازی که باید تاثیر بله این خبر بله یعنی داروهای ضد سیلی را بله اینها را ایلاوگی وقتی که داروهای ضد سیلی را میخوری باید غذای خوب داشته باشد به سبب نداشتن غذای خوب و خاطر تحت شرایط زندگی به حد دشوار بود بر وقتی که داروها رو میخوره بازم داروهای ایلاوه میکنم به خاطر مقصد جگر گرده برای ایلاوه کردن نداشتیم هم خیلی شرایط ها خودش هم خیلی زیغ میشد بیماری سیل نباید زیغ شود در فقط همه وقت یک خیل باشد خرسم باشد غذای خوب داشته باشد اطرافی ها در اعضای عائله قطعش خوب باشد معامله خوب داشته باشد که همه طرفه باید دستگیری کنیم که زیغ نشود وقتی که وای میگوید که با بیماری سیل گرفتار شده است بعضا وقت انسان ها از وای دوری میجویند بعد او بیمار خیلی یک حالتی میشه که روح افتاده میشود نه میگوید من این دارو را نمیخورم من این را خوردم یک بار شدم اما گفتم که نه این خیلی نگین شما بخورین شفا میبین آخه میخورم ما در خیلی غذا در کاره خب با قدر امکان میوردیم و خیلی او طریقی او میخواست ما نداشتیم هم خیلی شرایط در خوردن دارو با تنفس رو میکنن خب بعضا وقت میخوردم بعضا وقت نمیخوردم به خاطر گفتستم که و اندیشه شما سبب ناکامیش در بعد که برای انجام شدن بیماری و فکرشون چی بود کنده شدید در همین تنفس کردن نباید تنفس کنم باید همه وقت سری وقت دارو رو استعمال کنم دوستان عزیز بسیار دردناک است برای همین بازم تاکیدم شود ما در صحبت‌های قبلی هم گفته گذاشته بودیم ببینید که واقعا هم وقتی که این در طبابت تنفس میکنید پیامد فوجیانگار بارد که خیلی دردناک است برای من هم لیکن دوستان عزیز بازم میگویم غذا دستگیری روانی دستگیری اعضای عائله خیلی مهم است دوستان عزیز ببینید مثلا بیمار نباید احساس ناامیدی داشته باشد باید بیمار همه جهت روانی همه جهت مالی همه جهت اقتصادی غذایی همه جهت مهر محبت روزگار مهر محبت عادی انسانی صمیمی باید نیاز دارد باید تامین باشد و همین خاطر هم در همین بیان یک نکته میگذارم که دوستان عزیزی که ما رو میبینید اونایی که دست سخا دارن اونایی که میخوان زکات مال بدن اونایی که میخوان خیر جاریه و دیگر داشته باشن لطفاً به بیماران سیل کمک کنید و غذایشان و داروهای ایلاوگیشان من اینجا قید کردم من باری دیگر خاطر نشون میکنم که همون داروهای ضد سیلی بالکل داده میشن داروهای ضد سیلی ارزان نیستن اونو از حساب یک قسمشون از حساب بودجه کشور یک قسمشون از حساب فوندهای بین المللی از حساب شرکات روش خریده میشه لیکن اونها خیلی گران قیمت هستن اما مشکلی دیگر این است که بعضا داروها تاثیرات نامطلوب دارند که تاثیر میرسانند به گرده تاثیر میرسانند به جگر به دل به عصب برای اینها وابسته به هر یک حالت شخص طبیبان داروها می‌نویسند اونها از حساب خود بیمار پرداخته میشه متاسفانه ما هنوز امکانیت نداریم که برای تاثیرات نامطلوب برای داروهای تاثیرات نامطلوب رایگان کنیم برای ما که یکمش این چیز انفرادی است در هر یک شخص جداگانه علایده می‌شود و دیگر این است که هنوز امکانیت ما نداریم که همین داروها را از حساب بودجه کشوری و از حساب شریکانی روش پرداخت کنیم و همین خاطر هم اینها هم به داروباری ایلاوگی نیاز دارند هم برای تیمارداری یا نگاه‌بین ایلاوگی نیاز دارند و همین هم اونهایی که خیلی کلم می‌کنید اونهایی که دست سخا دارید لطفاً این محافظه رو در مد نظر داشته باشید و واقعاً شما اینجا بودید که باید نگاه‌بین باشد باید توجه باشد از جانب اعضای عائله شما همین کار را چگونه انجام می‌دهید یعنی که شما به فکر
شما چی کردو باید کرد کشون کرد انجام بده و دوستان ما حالا که مثلا اونهایی که در خونه بیمار دارن چی بودن باید انجام بده. وقتی اینها با این داروهای ضد سیلی رو میخورن آنها عصبهایشان خیلی مانده میشه چون که آنها به نهایت خوردن آن دارو دشوار است آنها میخورن عصبهایشان مانده میشن خیلی وقتی گیزله میشوند عصبانی میشوند با همه سخنهای آنها گپی خوب زدن در کار بله درست میشه انشالله نرم میشه تحمل کردن در کار با یک کس نمی شود یک کس وقتی که یک بیمار یک کس در یک بیمار وابسته میکنه نمی شود چون که من خودم تنها بودم کودکان میده بودم کودکان را داد زنی وقتی کودک ایده نزدش بازی میکنه یا که در خانه دیگه داد میزنه وای دارو خوردگی بر هوای را بر گفته میگه خب کودک نفهمه میگوی که خب بچه جان دادت کسله و تد کسله هم خیلی نکنه کودک نمیفهمه او را در یک جایگی وقتی که وای میخوره دارو را با یک کس باشه قطیش هم صحبت شوه صحبتی خوب کنه انشالله نغز میشه شفا میابی از همه طرف ما باید قطعی بیمارهامون قطعی وقتی بیمار رفتار میکنیم گپ میزنیم سخنهای خوب بگوییم که وای وقتی یگان سخنی بد میگن آنها یک باره عصبشون ویران میشه میگوید که خیلی فکر میکنه که همه ایما بیزاره هم خیلی فکر میکنن خیلی چون بهت نادر کاری هم خیلی فکر میکنن و وای نازک میشوند و در همین جا غیر از اعضای خانواده عائله شما و عائله شوهر مثلا خانه بله خیش تبار غیر از اون حق و همسایه ها اهل محله بدانم خیلی یار و رفیق های داشته که بعضا وقتا به خبرگیری می اومدن گپ های خوب می زدن وقتی آنها می رفتن می گفت این روز چقدر روز خوب است که آنها اومده دل برداری کردن هم خیلی میشید من خیلی وقتایی بود که ما می دیدیم می گفتم که هم خیلی بد است هم خیلی باید هم خیلی کردن در که هر روز من نمیتونم که خیلی یار جوروش بگم بیا هر کس واسه خودشان زندگی دارن خیلی هستن بدن ای طرفی اویله خودش اویله من می اومدن خیلی دلتی میکردن اینه که او را باید در یک جایگی چیزی دیگر این بود که حالت برعکس چی؟ یعنی که داروگذاری از طرفی همسایه خشت و خرما و دوستان تحمل کردن و دارو گذاشتن این مسئله که بیماری سیل هستن این بودن هسته این خیلی حالت ها هم بود به نهایت زیق میشد غمگین میشد خیلی وقتی یگان همسایه یگان گپ میگفت میشنید خیلی وقتی که جای خوبش در دهنی ریزه همسایه ها گپ میزدن ای وای بیچاره کسله وای خیلی دیگه نمیشه خیلی گپای بودن که دغلانه میشنید خودش میگفت من نمیشدم میگفتم ای وای میگن اهمیت ندین شما خیلی یا که من خیلی بده داغ گذاری ما دوری میجوستن از شما اینه که مثلا همسایه هستی تا اون وقتی که میفهمن که شما بیمار داره تا اون وقت مثلا رفتارهای زیاد داشت باشه کنید وقتی که فهمید بیمار داره دیگر رابطه شد کوشش کرد تا حالی بایان برد اینکه کم نکنه بله بودن این خیلی شخصانی بودن که از ما دوری میجوستن دوستانی عزیز ببینید نگاه کنید که بیمار با چقدر درد با چقدر رنج‌ها با چقدر مشکلات روزگار مشکلاتی بیماری با این چیزها مبارزه می‌برد باز هم دوستان نزدیک همسایه‌های نزدیک مسلمان که بوده ناانسانی می‌کنن غیبت و گپ و آوازه و این مشکلات روز بر سر بیمار باز می‌کنن دوستانی از برای دیگر بگیم برای همین دستگیری لازم است دستگیری حل محل دستگیری چیزی که همه از این گفتن با یک کس نمی‌شود دست جمعی باید مبارزه برای کمک کنیم برای رئیسی که خودش تحقیق نیست باید دستگیری همه جوری برسونیم من چندین بار در سخنرانی‌های در رسول پاکستان بودم دیگر هم دوستانی عزیز اگر هیچ کاری کردن نمی‌تونه لطفاً غیبت وزن مغزن اگر باید روز صحیح هم بدونید که از آشنایی‌های رسمی گرفته اگر بدونید اگر نمیدونید خواهش مثلا به معمولی وزن و غیبت تنها معلومات است
نزنیم. و سبب دیگر هم این است که توصیه ایشون، پیشنهادشون و بیماران توصیه من با کلی همین بیماران، خصوصا با بیماران، از بیماران خواهش میکنم که داروهای خود را سری وقت استعمال کنند، چون که حاضر همه میدونیم که داروهای ضد سیلی رایگان است. چقدر طبیبا برای شما زحمت میکشند، چقدر مدرباتنیکا برای شما کارهای خوب میکنن. باز هم تشکیلات ها هستن همه طرفه دستگیری میکنن. به همون خاطر از بیماران، از بیماران خواهش میکنم که داروهای خود را سری وقت استعمال کنن، به تنفس استعمال کنن. بعد از مردم یک چیز دیگر خواهش دارم که همین داغگذاری را از بین ببرن. وقتی میفهمن که یک کس با بیماری سیل گرفتار شده است، میگوین که وای اولادش با بیماری سیل، وای اولادی از این اولاد دختر نمیگیرن، با این اولاد کلین نمیتین. همینا از بین روند، چون که همه ما میدونیم که بیماری سیل بیماری تبابت شونده است، ارثی نیست، اولادی نیست. از این خاطر من خودم فرزند دارم، 3 تا فرزند دارم. بعضا وقت میشه که با من میگوین که اوه وای دادای وایو با بیماری سیل گرفتار بود، آنا وایو کلان شود، چی میشود؟ همش در دست خداست. اولا نه که من کوشش میکنم، من وای کودکای ما در تحت نظارت دکتر، خدا به شکر تنی صحت دارن. هر وقتی که یگان با یگان مشکلی دچار میشه نزد دکتر میبرم که خیر همه سخنها مرد به من سخت میرسد. من نمیخوام که همه داغگذاری، مقصد داغگذاری شود، همه داغگذاری از بین رود. زیاد واقعا هم دوستان عزیز یک صحبت آمیخته درد و توصیه و این چیزها بود. واقعا هم وقتی که از حال بیمار، وقتی که با شخصی اصلی مسئله صحبت میکنیم، نگاه دیگر میشه، نگاه به زندگی دیگر میشه، برای ما که این تصویر را از دیگر طرف نگاه میکنیم. وقتی که در بین جامعه هستی و خودت شد مسئول سالم هستی و در دیگر رو احساس کردن که وقتی که در پهلوی این اجتماع نگاه میکنی از نگاه کرد، یعنی تصویر دیگر بودن اون رنج و اون درد و این چیزها را و نگاه میکنیم و چشم خودت میبینی اون وقت دیگر است. و من امیدوار هستم که فرزندانی آقای سپهرگل فرزندانی فرمند شوند، فرزندانی دانشمند شوند، برای مردم، برای جامعه، برای مادری عزیز خودشان که مشکلات ها با تنهایی با عذاب بزرگ میکنند، اونها را خدمت کنند. و امیدوار هستم که تماشاگران گرامی ما هم از این صحبت کنیم یک چیز بهره برداشته باشند، یک چیز برای خود درک دیده باشند و بیماران هم امیدوار هستم که توصیه‌های آقای سپهرگل را رعایت کنند و امید خوشروزگاری و امید ریشه‌کن شدن